مهدی هستم و خوش اومدید به کانال خودتون. امروز قراره یک ماموریت به شدت خفن داشته باشیم. قراره گردون برامون تصمیم بگیریم که چیکار کنیم. لیتس گو. بریم واسه چالش اول. امیدوارم زیاد سخت نباشه. گردون رو بگیر. خب انجام دادن یک چالش سخت ورزشی. ما بریم یه دیگه کار انجام بدیم. بریم واسه انجام دادن یک چالش سخت. مثلا 5 دقیقه طول می‌کشه. اول از هر حرف دیگه شما جامون عوض کردم چون ماشین زیاد میومد نمیشد دیگه. اومدیم این ور بریم واسه چالش دوم. یکی از اعضای خانواده زنگ بزنم و به یک گوی دوام شده. خب اینجا من باید گوشیمو با فیلم بردار جابجا کنم چون که با گوشی من داریم فیلم میگیریم. با من همراه باشید. بزنید می‌کنیم. گوشی رو بشنم رو میوت بریم جواب میدن. سعی دارم به عمو. سلام چطوری خوبی؟ چه خبر؟ میگم میتونی حرف بزنی یا مشتری داری؟ عمو راستیت چیزی می‌خواستم بگم فقط زیاد عصبانی نشو. میگم من الان با ابوالفضل بریم بعد خیابون دعوامون شد نمیدونم چیکار کنم. نمیدونم عمو. خیلی نه خیلی زیادن. حالا بزنید بابات. اوکی. کجا هستی؟ ما الان اتوبوس رانیم. بزنید بابات. باش عمو. میگم چالش یوتیوب دوست دارم. خب قرار داری. نه خدافظ. اینم از عموی ما. بعد خب بریم واسه چالش سوم. امیدوارم یکی سخت باشه. سلام خوبی؟ یه حرف خنده‌دار بزن ولی سعی کن نخند. این که رئال از بارسا بهتره. دارم که زیاد سخت نباشه. گردن رو بگیر. یکی از رفیقا زنگ میزنم باهاش شوخی کنم. خب این تیکه رو من قطع میکنم. الان زنگ میزنم ویدیوش هم میگیرم. الو مسعود حاجی من یه گندی زدم بدطور با ابوالفضل گفت یه گندی زدم بدطور با ابوالفضل بودیم رفیقت خیلی گنده بزرگی زدم مثلا میگم چه گویی بابا بخورم. بابا داشتیم از این دست میرفتیم به اون دست بعد ابوالفضل داد فیلم بگیره دادم فیلم بگیره بعد حاجی داشت میرم ماشین زد بهش. حالا من به هر کی زنگ زدم جواب تلفن نمیده. ها بابا دارم بهت میگم از این دست ما داشتیم میرفتیم به اون دست ماشین یهویی اومد بعد ابوالفضل داشت فیلم میگیره. نمیدونم ماشین زد الان به هر کی زنگ زدم جواب تلفن نمیده نه باباش نه مامانش نمیدونم چه گویی بخورم به تو چونی هم زنگ زدم جواب تلفن ندادی. بابا ما الان دقیقاً اتوبوسانی هستش به سمت دامایی جلوی همین امام حسین هستش مال چیه بگو همونجا. ابوالفضل خوابیده رو زمین من چه گویی بخورم زنگ زدم موزان شد. بابا سرش خونیه من به قرآن دارم میترسم. خودم زنگ میزنم به هر کی زنگ میزنم بابام جواب میده نه بابا من چه گویی بابا بخورم به اونجا هم زنگ زدم گفتن میان هنوز نیومده یه رو اکی من به تو زنگ زدم اون موقع هیچ کی نیومده. بابا احمق بابای تو رو من چیکار دارم میگم زنگ زدم به اونجا 20 دقیقه قبل قرار برسه. دارم زنگ میزنم میگه آقا ما فرستادیم تو ترافیکه. خودت هم چه برسونی اینجا گویی بخوریم ما هم دیگه. نمیدونم به قرآن نمیدونم رفیق کسی تو کافه ماشین چیزی نداره یا موتوری. باشه من چه غلطی کنم چیکار کنم. بابا میگم 20 من کی به تو زنگ زدم با گوشی ابوالفضل با گوشی خودم زنگ زدم مانتن ندارم نبضش داره میزنه ولی خیلی سوت داره تون میزنه اصلا خیلی عجیب غریبه حاجی دیدم تو خودم پنیک کردم. بابا ابوش کاملا داره خون میاد من نمیدونم چه غلطی دیگه باید کنم. عکس واسه بفرستم تو این وضعیت کی باشه الان واسه میفرستم تو واتساپ همینجوری تو چک کن خدافظ. خب الان تو واتساپ واسه یه عکس بفرستین کیف کنه. بریم وی پی ان تو روشن کنیم. وی پی ان روشن می‌کنیم الان میاد. الان می‌خوایم با گوشیش یه دونه عکس به شدت بفرستیم.
متاسفانه چون که یوتیوب اجازه پخش این موضوع رو نمیده، یه لحظه ما دوباره ویدیو رو پاس می‌کنیم. ببخشید. خب ما فیلم واسش فرستادیم، عکس واسش فرستادیم، الان دوباره می‌زنیم. یه به رفیق خود فیلم بردار مزاحم شدیم. رفیق ما ایشون جواب تلفن ندادن. عکس رو دیدید جواب تلفن نمیده. نه آجی جواب نمیده. جوری که این مسخره شد دیگه جواب نمیده. زنگ زدیم جواب داد، طرف خودش پیام داده. این واسه چالش چهارم. یعنی هر چی در بیاد برای من سخت خواهد بود. گفتن یک راست. خب یک راست خنده‌دار اینکه من یک بار از رفیقامو هر روز واسش ویژه بکشم نکشیدم. یکی از شماره‌های دیگه که من یکی از دوستام بوده بهش دادم. بعدش گفتم که دختر خیلی خوبی و فلان و بهمان. بعد شماره پسر معلوم شد. گفتم که رفتم با اون شماره بلاکش کردم. بعد که بلاکش کردم زنگ زدم که این دختر بلاکم کرد اینا. همین بود. خب مرسی تا اینجا ویدیو همراه ما بودید. لایک، کامنت، سابسکرایب و سنجیدن رو آل بذارید. خیلی لطف کردید که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید. تا ویدیو دیگه